خب کشاورزای عزیز، یک سری مسائل دیگه‌ای که باید ما تو زمان هرس دقت کنیم شاخه‌های آفت زده است. متاسفانه چند سال شده پروانه کرمانیایی به عنوان یک آفت خطرناک اومده تو شهرستان سرایات و به درخت‌های پسته حمله کرده. یه سری شاخه‌هایی دارین که رشد خیلی کمی کرده و وقتی که میشکنینش داخلش دالان لاروی آفت هست. اینا رو سعی کنین، چون هنوز این پروانه خارج نشده، الان ما آخر بهمنیم، این پروانه هنوز خارج نشده به صورت لارو داخل تنه‌های درخت، داخل شاخه‌های درخت، اینو حتما شاخه‌ها رو از پایته هرس کنین و این شاخه‌ها رو بسوزونین. در کنار این یه سری شاخه‌ای داریم که سالهای گذشته پروانه سوسک جوانه‌خوار بهش حمله کرده. این سوسک جوانه‌خوار الان بهترین زمان به عنوانی که ما شاخه‌هایی که هرس می‌کنیم به عنوان تله برای آفت بذاریم. چجوری؟ چند جای باغ ما پشته از این چوبا رو میذاریم، این سوس توی زمان میاد توی چوبای ما تخم‌ریزی میکنه و حتما اوایل فروردین ما که حالا حد اکثر تو منطقه ما تا 10 فروردین ماست، حتما اون شاخه ها رو باید بریم بسوزونیم. این بهترین روش مبارزه با این آفات.